با سلام خدمت همه دوستان عزیز. خیلی خوش آمدیم به کانال یوتیوب استنلی مخفف استاتیستیکال آنالیزز لرنینگ. عرضم خدمتتون امروز در خدمتتون هستم که در کنار هم بتونیم یک فهرست بسیار حرفه‌ای و زیبایی رو درست بکنیم و بتونیم وقتی که داریم کار میکنیم به درستی گزارشمون رو به نمایش بذاریم. برای این عرضم خدمتتون که وقتی میخوام این کار رو شروع بکنم اجازه بدین اول هدفمون رو نشون بدیم که آخر قراره به چه فهرست بندی رو حالا برای نمونه کار برسیم. قرار به یه همچین حالتی برسیم. برای این میام یک کلیک راست میکنم روی اسلاید مربوطه که حالا نتیجه کارمونه و نیو اسلاید رو انتخاب میکنم. کادر کلیک تو اد تکست رو پاک میکنم، کادر کلیک تو اد تایتل رو هم پاک میکنم. با یک اسلاید سفید و خالی از هر فیلدی هستیم. میام تب اینزرت، میام قسمت شیپس، میام قسمت رکتنگل رو انتخاب میکنم. تعداد سرفصلامو اینجا کادر بندی میکنم. دکمه کنترل رو نگه میدارم، کلیک چپ میکنم روی موسم و یک کپی از هر کدوم از این کادرها انتخاب میکنم. بله، این 4 تا مثلا 5 تا. همونطور که مشاهده میکنید الان سایز رکتنگل ها یا مستطیل های ما یکسان هستن، اما اسلاید ما نتونست کامل بکنه چون دل بخواه بود و اگر مثلا یه مقدار بیشتر میگرفتم ممکن بود اسلاید آخر از کادر شکل آخر یا مستطیل آخر از کادر پاورپوینت اسلاید پاورپوینت هم بزنه بیرون. برای اینکه یک کاری بکنم که به صورت دستی نباشه و بتونم عدد دقیقی برسم که مستطیل های من هم اندازه باشن و اسلاید رو پوشش بده، چی کار باید بکنم؟ باید بیام قسمت دیزاین، تب دیزاین، بیام قسمت اسلاید سایز و روی کاستوم اسلاید سایز کلیک بکنم. ویدث و هایت رو مشاهده می‌فرمایید. واحد اندازه‌گیری پاورپوینت من مبناش سانتی متره، نوشته 33.867 سانتی متر، 19.05 سانتی متر. برای ممکنه شما واحد اندازه‌گیری پاورپوینتتون بر مبنای اینچ باشه. چیکار بکنم که بتونم این رو تبدیل به سانتی متر بکنم؟ شما خواهش می‌کنم وارد کنترل پنلتون بشین. از قسمت کنترل پنل قسمت ساعت و ناحیت رو انتخاب بکنید. کلیک ان ریجن رو انتخاب بکنید. بیاین وارد فرمت، تب فرمت بشین و قسمت ادنشال سیتینگز رو انتخاب بکنید. یک کادری داریم به اسم میجرمنت سیستم. اگر مال شما یو اس خواهش میکنم متریک رو انتخاب بکنید. اوکی کنید. پنجره ریجن رو ببندین، کنترل پنلتون هم ببندین. حتما واحد اندازه‌گیری شما در پاورپوینت از اینچ به سانتی متر تبدیل شده. حالا اندازه کل اسلایدم ویدثش چند بود؟ 33.867. هایتش چند بود؟ 19.05. ماشین حساب رو از روی سیستمم باز میکنم، می نویسم 33.867 سانتی متر. چند تا سرفصل اصلی دارم؟ 4 تا، 5 تا، 6 تا. عددش مربوط به موضوع گزارش شماست. من میگم 4 تا به عنوان مثال. 4 میزنم. عددی که برای هر کادر باید داشته باشیم 4.466 یا 466,000. میام اینو میبندم، اسلاید سایز رو میبندم، میام قسمت شیپ فرمتس. اینجا این اگر نگه دارم اینجا شیپ ویدثه. خب اینا رو پاک میکنم با اجازهتون. یک نمونه لازم دارم، از اون نمونه ای که اندازش رو درست کردم کپی میگیرم. چند بود؟ 8 ممیز چند؟ 466,000. خب اندازش درست شد. کنترل رو نگه میدارم، یک کپی ازش میگیرم، دومین کپی و سومین کپی. کل اسلایدم پوشش داده شد. بریم سراغ رنگش. یک رنگ تم رنگی مناسبی مربوط به گزارشمون داشته باشیم که شکیل باشه.
برای این امر من پیشنهادم سایت colorhunt.co. شما میتونید وبسایت های دیگه ای رو داشته باشین که تم رنگی رو به شما پیشنهاد میدن. میتونید ببینید که آدم ها چند نفر لایک کردن از این تم رنگ، خوششون اومده، شاید استفاده کرده باشن و اگر روی هر کادری از رنگ موستون رو نگه دارین، کد رنگ مربوطه رو میتونید ملاحظه بکنید که این کد رنگ رو اگر رو خود کد رنگ بزنید یک کپی برای شما گرفته میشه. ما میایم فرضاً از هر رنگی که شما دوست داشته باشین، فرض بکنید از این تم رنگی استفاده میکنیم. از این رنگ ابتدایی کپی میگیرم، سایت رو مینیمایز میکنم، روی یکی از کادرها انتخاب میکنم. میتونید از دو روش کادر رو عوض بکنید، رنگ کادر رو عوض بکنید. همونطوری که میبینید از تب شیپ فرمت میتونیم بریم، قسمت شیپ فیل، قسمت مور فیل کالرز رو میتونید انتخاب بکنید و کد رنگی که کپی کردین رو اینجا بزنید. خب رنگ عوض شد. میتونید یک کار دیگه هم انجام بدیم. میتونید کلیک راست بکنید روی کادر مربوطه‌ای که میخواین رنگش عوض بشه، بریم رو قسمت فرمت شیپ، بیاین قسمت کالر، اون رنگی که توی سایت هست رو اینجا انتخاب کنیم. فرضاً کدوم رنگ بود؟ این رنگ بود. من این رنگ رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، این رنگ رو میارمش توی more colors، اینجا پیستش میکنم، رنگ دومم انتخاب شد. لاینش هم بیان نو لاین بکنید، کادرتون بدون حاشیه باشه، لاینی نداشته باشه. رنگ سوم رو انتخاب میکنم، این رو باز کپی میکنم، 9DDE8B کد رنگ رو کپی میکنم، مجددا میام قسمت کالر، میام مور کالر، کد رو کپی میکنم و رنگ بعدی، کد رنگ بعدی رو باز هم برمیدارم، این رنگ کپی میکنم، میام قسمت کالر، مور کالر، اینجا کد رنگ رو پیستش میکنم. خب با یه همچین تمی روبرو شدم از رنگ ها. میام فرضاً این مقدمه ای رو که پیش‌فرض درست کرده بودم یا فرایند مارکوف، این رو کپی میکنم، میارمش اینجا و پیستش میکنم. یک دونه ازش کپی میگیرم، مجددا کنترل رو نگه میدارم، اینجا اینجوری کپی میگیرم، یک دونه ازش کپی گرفتم آوردم تو این اسلاید. خب این الان این با پس زمینه سفید فونت شادخوانا نباشه، مشکیش میکنم. میام دو مرتبه اگه بشه یک کپی ازش میگیرم، بله، فرضاً فرآیند این به جای فرآیند مارکوف باشه مقدمه فرآیند مارکوف، دو مرتبه یک کپی دیگه اینجا بنویسیم زنجیره مارکوف و در پایان می نویسیم فرایند پوواسون، اسم یک دانشمند در یک از مباحث آماری. همه رو هم اندازه می کنم، بله همه در یک سطر قرار گرفت. خب میام قسمت تکست باکس انتخاب میکنم، میام اینجا یک کادر ایجاد میکنم، عدد یک رو می نویسم، مثلا میام بی تیتر رو انتخاب میکنم، سایزش رو میذارم روی حالت مثلا 66 وسط چین میکنم، بله این باز وسط نیست، می نویسم 2، این رو هم دو مرتبه یک کپی ازش میگیرم، باز اینجا وسط نیست، خب میام میذارمش اینجا، این رو می نویسم 3،
و آخری میذاریمش 4. هر جدولی، هر شکلی شامل مقدمه، یک مستطیل و یه عدد. این سه تا رو با هم میگیرم، کلیک راست میکنم، میام قسمت گروپ رو انتخاب میکنم. مجددا برای مستطیل بعدی فرآیند مارکوف خود مستطیل و عدد 2 رو انتخاب میکنم. یک بار دیگه این و این، کلیک راست، گروپ 2 مرتبه همه رو توی یک دسته قرار میدم. بعدی دسته سوم و دسته آخر دسته 4. کلیک راست. خب تا اینجا قابل قبول. میام قسمت انیمیشن، میام فلای این رو انتخاب میکنم. این برای همشون شد، برای یکیشون شد. همه رو انتخاب میکنم. من فرمت شیپ رو میبندم. همه رو انتخاب میکنم. فلای این رو انتخاب میکنم. خب قسمت فلای این رو انتخاب کردم. یه پریویو میزنم، ببینید از پایین میاد به بالا. من میام اینجا افکت آپشن رو انتخاب میکنم. جهتش با شماست. میتونید از چپ بزنید همونطور که مشاهده میکنید. میتونید دلتون بخواد از راست بزنید. با انتخاب با شماست. فرض میکنیم از راست به چپ میاد. این رو انتخاب میکنم. میام قسمت استارت، کلیک رو میزنم with previous، با قبلی همزمان بیان. زمانش رو به خاطر اینکه قشنگ باشه، حالا اینا دیگه سلیقه است، مثلا 2.25 میذارم. انیمیشن پین رو میزنم، کلیک راست میکنم، روی افکت آپشن انتخاب میکنم. یه بونوس اند مشاهده میکنید این کادر رو، این سطر رو. این رو پیشنهاد نمیکنم به اندازه زمانتون بزنید، چون اینجا دیوریشن، طول مدت این نمایش رو 2.25 ثانیه گذاشتین. پیشنهاد نمیکنم اینو بذارید، این سلیقه است، ولی مثلا کمتر از اون عدد بذارید. من مثلا میذارم 72 صدام. این عدد دل بخواه شما میتونید بیشتر بزنید، 77 صدام شد. انتخاب میکنیم از چپ به راست. نمایش شما این بوناس یه لرزش ایجاد میکنه. اگر من یک بار این رو بزنم افکت آپشنز و لغو بکنم، کلیک بکنم، همونطور که مشاهده میکنید همه چیز به سادگی رفت و در جایگاه خودش قرار گرفت. اما اگر همین رو مثلا بیارم روی همون، حالا 79 شد، بزنم، دقت بفرمایید یه تفاوتی داره. امیدوارم این آموزش به دردتون بخوره و گزارش‌های زیبایی رو بتونید برای شرکتتون، برای تحصیلتون به نمایش بذارید و کارتون رو به درستی انجام بدید. براتون آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. روزگارتون خوش، به امید دیدار.